امروز اومدیم که با هم بریم 3 تا بنر درست کنیم با هم دیگه که بهتون نشون بدم چطوری با خلاقیت خودتون و یه ذره هماهنگ بودن با ریتم و دنیای امروزی چطوری در سریعترین زمان ممکن 3 تا بنر با 3 تا موضوع مختلف با هم طراحی بکنیم. و حتما لایک و سابسکرایب رو بزنید و اگر از این دست ویدیوها رو دوست براتون بسازم حتما بهم بگید و کامنت بذارید. مستقیما میریم سراغ ویدیو که بهتون بگم چطوری این 3 تا بنر رو به سرعت و با راحت ترین روش ممکن طراحی بکنیم. بریم رو سیستم. اولین طرحی که می‌خوایم با هم بزنیم یه طرحی است از کوروش کبیر با سبک بروتالیسم که یه سبکی که از اسمش مشخصه بروتال، یعنی یه مقدار خشنه و یه مقدار رنگ درش گمه، مثل این سبکایی که من دارم بهتون نشون میدم و می‌بینید که زیاد رنگ و لعاب خاصی نداره. از رنگایی که یعنی اگه از رنگایی هم استفاده میشه، رنگایی که هستن که خیلی به تیرگی سوق داره و در واقع همین چیزایی. حالا ما میخوایم چیکار کنیم؟ یه بنر درست کنیم متناسب با این، یعنی با کوروش کبیر، و بیایم و ایرانیزش بکنیم، یعنی از متن فارسی استفاده بکنیم و مثلا حالا برای زادروز کوروش یا هر مناسبتی که هست استفاده بکنیم. بریم روی فتوشاپ که من بهتون بگم که باید چیکار بکنیم و چه چیزایی نیاز داریم. من از هوش مصنوعی همچین عکسی رو گرفتم. یه مجسمه‌ای هست که از کوروش یه مقداری انگار زخمی شده در این سال‌ها انگار و بی محبتی بهش شده. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم از در واقع از این عنصر استفاده کنیم. همونجور که گفتم بروتالیسم یه سبکیه که جدیدن، یعنی تو این سال 2025 6 داره یه مقداری یه سری سبک‌ها رو یعنی خیلی از سبک‌ها رو به خودش اختصاص داده، خیلی از این بنر استفاده میکنن. در همین موقع از یه مجسمه یا از یک المانی استفاده کنن که یعنی انگار بهش ظلم شده، انگار داغون شده است، یه مقداری همین چیزی. بعد نیاز به یک بک‌گراندی داریم که بک‌گراند هم با متناسب با این باشه. برای بک‌گراندش هم ما میایم سرچ می‌کنیم دیوار سیمانی، یا به انگلیسی میتونید سرچ بکنید یا هر چی. خلاصه یه بک‌گراندی باید باشه که تکسچر دار باشه که طرح ما رو بیشتر برسونه. من اینو میگیرم و میارم توی کارم، اینو میچرخونم 90 درجه، بعد اینو کامل اندازه دیوار، اندازه سایز میکنم، میارم پایین و اینو میارم اینجا دقیقاً ست میکنم. حالا میخوام ایدم اینه که اینجا یه متنی بیاد و این زیر هم یه متن دیگه بیاد. چیکار میکنم؟ اینو اینجا که گذاشتم میام از یه مربع استفاده میکنم. البته خب چون طرح ما بروتالیسمه، به نظرم اگه از لبه های کرو استفاده نشه خیلی بهتره. حالا من فعلا لبه هاشو صفر میکنم و رنگش رو تغییر میدم به یه رنگ مثلا میتونم به قرمز مثلا مایل به جگری یا مشکی دارک تبدیلش بکنم، یه مقداری شاید حتی بزرگتر و حتی قدی کوتاه‌تر. این لایه رو میارم زیر این عکسم و اینو میارم در این قسمت. خب یه مقداری سایز عکس رو با سایز مربع رو بزرگتر کردم و همینطور کوروش رو هم یه مقداری مجسمش رو بزرگتر میکنم. همونجا که تو سبک بروتالیسم ما داخل سایت های پینترست و اینا سرچ بکنید میبینید که از فونت های استفاده میشه که خیلی صافه و خیلی حالت کرو و شیپ تور نداره، همش صافه و یه استایل خشکی داره. مثلا الان این فونت ها رو ببینید دقیقا همش فونت های صافه، یا مثلا فونت هایی که حالا تو فونت های خارجی خیلی دست دادن بازتر. پس ما باید توی فونت ایرانی ما باید چه کاری انجام بدیم؟ تو فونت ایرانی ما میایم اینجا میزنیم یه متن می‌نویسیم به اسم، رنگش رو حتما باید به یه رنگی تغییر بدیم که با بک‌گراند و در واقع اون تمی که داریم کار می‌کنیم حتما خانه باشه و در یک راستا باشه. اینجوری نباشه که مثلا رنگ زرد حالا پیش‌فرض اومده رنگ نارنجی همون رو انتخاب کنیم. اول روی این بعضا میتونیم که تکسچری که روی بک‌گراندمون هست رو روی این در واقع بک‌گراند قرمزمون هم اعمال بکنیم. برای این کار من میام از قسمت افکت ها و روی یکی از این حالت ها قرارش میدم. این روی لاینیر لایت قرار میدم و با یه لولز اینو بهش میبندم و میتونم حالا شدتش رو کم و زیاد بکنم. خب این شد یه همچین چیزی از بک‌گراند. حالا بریم راجع به فونت دوباره. ما برای فونت باید از فونت های یه مقداری ضخیم استفاده کنیم، یعنی یه مقداری که شیپ و حالت خاصی نشه باشه، یه حالت دارک و سفتی داشته باشه به قول معروف. و من میام مثلا از فونت
بی تیتر هم بد نیست خیلی، ولی خب خشکه. مثلا این فونت ها رو ببینید، این فونت ها خیلی شادابه، مثلا در تامنیل ها یا طرح شادتر باید استفاده بشه. این فونت هم بد نیست، میتونیم ما از این فونت هم استفاده بکنیم. به نظرم این فونت میتونه فونت خوبی باشه، ولی خب یه مقداری هم باز با این حال شیپ داره، ولی ما میتونیم اینم به عنوان مثال در نظر داشته باشیم. ولی خب من باز دوباره میگردم دنبال یه فونت بهتر. خب این فونت خیلی نظر منو جلب کرده الان. بعد به نظرم میتونه مناسب باشه. به نظر ما هم میتونیم رنگش رو به در واقع رنگ بک‌گراند یه جورایی سوق بدیم. فعلا این تا این باشه، من تا یه افکت دیگه بهش اضافه کنم. این رو میاریم زیر لایه عکسمون و فونت رو تا جایی که میتونیم بزرگتر میکنیم. فقط دقیقا مماسه با این. من حتی میتونم مجسمه رو بیارم بالا، یه همچین چیزی بشه خلاص. خب ببینید، برای اینکه من این طرح رو روی، یعنی این نوشته رو روی در واقع بک‌گراند اعمال بکنم، یه کاری انجام میدم. میام اینو اول از حالت شیپ در میارم و به فرمت معمولی تبدیلش میکنم. فونت هم رو میام سلکت میکنم. حالا که سلکتش کردم، میام چیکار میکنم؟ میام اینو که سلکت کردم، میام روی این لایه بک‌گراندم و میام اینو دیلیت میکنم، یعنی همین سلکت که هست رو انتخاب میکنم، میام روی این لایه و دیلیت رو میزنم. خب حالا فونت هم رو که هاید کنم، میبینید که دقیقاً فونت من انگار همون تکسچر بک‌گراند روش گرفته. حالا میشه کارهای دیگه هم کرد، خب اگه سریع خلاصه بخوام انجام بدیم میشه این کار کرد. خب دیگه فونت رو نمیشه عوضش کرد. خب اگه بک‌گراند یا تکسچرتون بعداً بخواید عوض کنید یا چیزی زیرش اضافه بکنید، میتونید این کارا رو انجام بدید. خب این شد از این، درسته؟ حالا این فونت ما بی تیتر، درسته؟ میایم و این فونت رو، حالا من به این فونت که دیگه نیاز ندارم، میارمش پایین و فونت این بی تیتر کالج بود. من حالا میام بی تیتر معمولی رو انتخاب میکنم. بی تیتر کجاست؟ رنگش رو به رنگ بک‌گراندم تغییر میدم یا یه مقداری روشن‌تر حتی، و میام روش متنی که حالا متناسب با پسترم هست رو مینویسم. برای مثال منم کوروش. حالا ما میتونیم چیکار بکنیم؟ اگه این مناسبتیه که یعنی در واقع پوستر یه مناسبت یا بنره، ما میتونیم اینجاها در این قسمت یا در این قسمت پایین تاریخ یا در واقع اسم برند خودمون که به عنوان طراح هستیم رو اینجا ثبت کنیم. ولی در کل فونت و در واقع کالر گریدینگ یا در واقع روانشناسی رنگ، مثلا فونت البته خیلی تاثیر داره توی طرحتون، چه لوگو چه بنر چه طرح چه هر چی که من داخل این ویدیو بهتون گفته بودم که چقدر رنگ و اینا موثره. و ما میتونیم یه همچین بنری درست کنیم. به این بنرها مینیمال و مینیمال هم میگن، ولی خب این تم بنری که ما ساختیم چون یکم یه مقداری خشنه و یه همچین استایل داره، بهش میگن بنر بروتالیست. حالا بریم یه بنر دیگه درست کنیم برای نمایشگاه کتاب تهران که تمش یه مقداری مینیمال و شادتره و ابسترکت و اینجور چیزاست. بریم سراغ اون طرح. حالا من اومدم یه همچین عکسی رو از اینترنت پیدا کردم و گذاشتم توی فتوشاپ. طرح ما چیه؟ طرح ما نمایشگاه ملی کتابه، حالا هر سالی که هست، و طرح ما چون یه طرح فرهنگیه و کتاب و اینجور چیزاست و یه مقداری ممکنه به مذهب و این چیزا هم سوق داشته باشه، به فرهنگ ایرانی سوق داشته باشه، ما از یه همچین طرحی استفاده میکنیم که ابسترکت بهش میگن و مینیماله و یه جورای انتزاعی هم هست. مثلا ما اینجا کتابو داریم، خود جلد کتابو داریم، یه دونه پرنده اینجا داریم و یه دونه گنبد و مسجد رو داریم و یه همچین چیز، و رنگایی که شاده و رنگایی که حالا آبی نشونه آرامش و فرهنگ و نمیدونم کرم و سبز مذهبی و این چیزاست. حالا من میام اینجا میادم رنگش رو عوض میکنم، رنگش حس میکنم اینجا مناسب نیست برای متن نوشتن. اینجا میتونم حداقل متنم رو بذارم و یه مقداری تضاد ایجاد کنم بین این سمت با این سمت و جایی که قراره تکستم قرار بگیره. خب میام اینجا یک تکست می‌نویسم به اسم 36مین. باز دوباره برمیگردیم به مسئله فونت. خب من میام در اینجا از یک فونتی استفاده میکنم. مثلا برای مثال من از این همچین فونتی استفاده میکنم در اینجا. خب میزنیم چی؟ 36مین. یه دونه کپی میگیرم
نمایشگاه بین المللی چی نوشته شد؟ الان شاید با خودتون بگین که اینجا جا نمیشه بین المللی. خب من یه ایده ای دارم. ببینید برای اینکه ما فونت رو کوچیک نکنیم و در واقع تضاد ایجاد نشه این بین، ببینید یه مقداری فونت از این کوچیک‌تره. میام یه ایده کوچیک میزنیم. برای مثال من این بین رو از اینجا حذف میکنم کلا. خب این میشه نمایشگاه المللی، درسته؟ میام چیکار میکنم؟ میام بین رو اینجا قرار میدم، یعنی یه بین کوچیک مینویسم و اینو اینجا قرار میدم. دوباره از این کپی میگیرم، مینویسم بین، خب و یه مقدار اینو کوچیک میکنم، یه همچین چیزی مثلا. ببینید نمایشگاه بین المللی، درسته؟ نمایشگاه بین المللیه کتاب تهران. حالا کتاب تهران چون تایتل ما به عنوان اصلیه و باید بزرگتر باشه، می‌نویسیم کتاب تهران و این رو بزرگتر میکنیم و خود به خود بزرگتر هم میشه. حالا برای اینکه بولد بشه من میتونم مثلا بهش یه افکت استروک هم بدم دقیقا با همین رنگ خودش. بعد میام چیکار میکنم؟ تاریخ و ایناش رو باید به همین قسمت بنویسم چون چشم مخاطب به همین قسمت بالا هست، یعنی جذب شده. بعد دیگه تاریخ رو نباید اینجاها یا اینجاها یا همین جاهایی بنویسم. میتونم در ادامه چون جا پایین دارم اینو پایینتر وارد کنم و یه مقدار اینا رو پایینتر بیارم. میام چیکار میکنم؟ برای اینکه دیگه نوشته قاطی نشه و تایتل کار و متن کار، یعنی در واقع تاریخ کار جدا بشه از هم دیگه، میام یه دونه لاین میکشم، یه لاین صاف و رنگش رو به این رنگ سبز تغییر میدم. چرا؟ چون که کنتراست رعایت بشه. چون من اگه بخوام رنگ این رو دوباره با رنگ آبی اینجا می‌نویسم، چون رنگ آبی خیلی استفاده شده و رنگ سفیدم در بک‌گراند هست، میخوام از یه رنگی که توی المان کار ما هستن دوباره استفاده بشه، میام رنگش رو به این رنگ تغییر میدم. میام بهش این استروک میدم چون این خط رو مشخص نیست درست حسابی. استروک هم رنگش رو میکنم به این. خب این شد از خط ما، درسته؟ این خط ما که شکل گرفت، حالا شما میتونید با یک خط انجام بدید، من با دو تا خط انجام دادم که حالا یه مقداری جالب تر بشه. میایم تاریخ اون جشنواره رو اعلام، دقیقا نمیتونم تاریخ نمایش کتاب کیه میزنیم، مثلا اردیبهشت. خب حالا که ما داریم از طرح فارسی برای نمایش کتاب استفاده میکنیم، باید نوشتمون فارسی باشه. اینا همه نکته است که شما باید رعایت بکنید که طرحتون چطوری در واقع به خوبی به نحو احسن مضمون برسونه. من روی این عدد کلیک میکنم و دنبال یه فونت مناسب میگردم که فارسی باشه. خب برای مثال من اینجا دو تا فارسی دارم. البته چون فعلا من دارم آموزش ضبط میکنم زیاد روی این چیزا توجه نمیکنم، ولی شما حتما اگه یه همچین بنرهایی میزنید، حالا چه برای این مناسبت‌های چه مناسبت‌های دیگه، حتما باید روی این فونت ها دقت داشته باشید که در واقع تراز باشن با هم دیگه، ناخوانایی نداشته باشن. یه فونتی اگه چاقه، یه فونت دیگه لاغر نباشه، یه فونتی اگه مشبکه، یه فونت دیگه تیز و در واقع دقیق راستا نباشه. حالا ما اینجا تاریخ هم زدیم، متنم گذاشتیم، مونده یک چیزی که اونم مکانه. مکان رو باید کجا وارد کنیم؟ مکان رو من ترجیح میدم که اینجا دوباره یه خط دیگه مثل اینجا به صورت عمودی بذارم و مکان رو در اینجا بنویسم. از اونجا که مکان نمایشگاه کتاب کوچه پس کوچه نداره و یک مکان کلیه برای مثلا مصلی تهران یا یه مجمع دیگه مثلا برج میلاد یا یه جای خاصی، من اینجا یه خط میذارم و چون نوشتم کوتاه در همین قسمت قرارش میدم. میام دوباره از این کپی میگیرم و این رو 90 درجه دقیقاً این رو با یه مقدار فاصله به این نسبت در اینجا قرار میام. حالا چیکار میکنم؟ میام آدرس هم وارد میکنم. برای مثال میزنیم برج میلاد یا مصلی امام یا هر چی. من اینو میارم این برای مثال من میزنم برج میلاد. خب حالا ببینید دقیقاً فونت ما اگه اینجا سایزش 20 برای مثال، اینجا هم با سایزش 20 باشه. اگه تناسب ندارن شما میاد در این قسمت، حالا میایید این مثلا این نوشته ها رو کش میدید، حالا اندازه میکنید یا هر چی میتونید رعایت بکنید. من فعلا چون طرح دمو هست یا تمرکز و دقت خاصی انجام نمیدم، ولی خلاص شدی همین چیزی. حتی میتونه یه مقداری پایینتر بیاد که وزن کار اینقدر بالا نره. من تمام این لایه ها رو انتخاب میکنم، اینا رو یه مقداری به سمت پایین سوق میدم. شد یه همچین چیزی. خب این کار ما تا الان برای در واقع
آدرس و زمان و تایتل کار تموم شد. مونده یک چیزی که ما الان دوباره همچنان استفادهش نکردیم و اونم شعار نمایشگاه کتاب. درسته؟ من میتونم در اینجا متنمو بنویسم، شعارم رو، یا اینجا بنویسم، اینجا حالا میشه نوشت و میشه نوشت. اینجا حتی میشه نوشت، جاهایی که صافه بیشتر ترجیح میدم بنویسم، یا این زیر، یا اینجا، یا اینجا، یا حتی اینجا هم میشه نوشت. باید ببینیم که وزن کار کجا رعایت میشه. خب برای مثال ما در این قسمت خیلی فضای خالی زیاد داریم. ما میتونیم در این قسمت بیایم و چیکار کنیم؟ لوگوهایی که مربوط به وزارتخونه های داره این نمایشگاه رو برگزار میکنن بذاریم. برای مثال بیایم شهرداری تهران رو مثلا لوگوش رو اینجا بذاریم، یا برای مثال وزارت فرهنگ و ارشاد لوگوش رو اینجا بذاریم. میتونیم حتی لوگوی پلیس رو ما اینجا بذاریم، یا اسپانسرا رو ما اینجا قرار بدیم، حالا به صورت این افقی یا عمودی. برای مثلا من یک نمونه رو بیارم بدیم. یا اینجا مثلا میتونیم دستن در کاران رو بنویسیم، یک سری متون اینجا قرار بدیم و یه همچین چیزی میتونه طرحمون رو از خلوت بودن در بیاره. بعد میریم چیکار میکنیم؟ اینجا من انتخاب کردم اینجا رو به عنوان شعار قرار میدم. برای مثال بخوانیم بسازیم، یه همچین چیزی. بخوانیم بسازیم. میتونیم مثلا در اینو دوباره بگیریم بیاریم در این قسمت یا اینجا مثلا دوباره، بعد تو عوض کنیم، مثلا بزنیم. پیشنهاد میدم که تو این طرحها زیاد شلوغ کاری انجام نشه، چون در واقع نماد کار ما در همین قسمته. ولی حالا اینا ریزه کاریه که حتما اگه انجام بشه خیلی طرح شما رو زیباتر میکنه. خلاصه این شد از طرح نمایشگاه بین‌المللی کتاب که همینطور دیدید چقدر نکته داشت. مثلا این بین‌المللی میشه این نکته جالبی باشه بخونیم بزنیم. و با توجه به در واقع نماد اون شهر ما میتونیم بنر درست کنیم. مثلا اگه در مشهد بود ما میتونستیم از المان گنبد امام رضا یا گلدسته‌ها درست کنیم. در تهران ما میتونستیم حتی از برج میلاد یا برج آزادی هم ما استفاده بکنیم که این طرح من چون آماده گرفتم روش گنبد بود، ولی اگه خودم حتما میخواستم اینو انجام بدم حتما از برج میلاد یا برج آزادی استفاده میکردم. و خلاصه این بود از نمایشگاه کتاب. و اگه نکته چیز داره حتما من بگید و بریم یه بنر دیگه هم درست کنیم، بنر کنسرت. چون ما یه دونه بنر بروتالیست درست کردیم که انتزاعی بود جورایی، و این بنر نمایشگاه کتاب که ابسترکت بود و مینیمال بود. و بریم سراغ یه بنر کنسرت و ببینیم که اونم چی در میاد دیگه. حالا میریم سر بنر کنسرت. خب من برای مثال اینجا عکس آقای معین رو گذاشتم و میخوایم که با این عکس یک بنری درست کنیم که در واقع نشان دهنده مکان و زمان کنسرت و حالا المانایی که جذاب هست. فریم این کادر رو 1080x1920 به صورت عمودی گذاشتم که مناسب استوری باشه. اگه حالا در تلگرام یا جایی قرار میگیره، بیشتر تو فضای مجازی قرار بگیره. حالا اگه برای بنر واقعی باشه خوب حتما با طبیعتا سازش رو به صورت واقعی بزنید و انجام بدید. بعد میایم چیکار میکنیم؟ من برای اول کار میام بک‌گراند رو به حالت تیره تغییر میدم. چرا؟ بعدم بهتون تیره، حالا آنچنان تیره هم نه، یه مقداری روشن‌تر یا همین چیزی. بعد میام به اطراف این کار من رنگ و نور میخوام بدم. هاردنس رو تا آخر میدم پایین، سایز تا یه مقدار میبرم بالا، یه دونه لایه جدید زدم و رنگش رو مثلا ما به رنگ، مثلا میتونیم به رنگ آبی یا سبز فیروزه‌ای همین چیزی تغییر بدیم. برای مثلا من اینجاها یه مقداری ریزه کاری اضافه میکنم. برای مثلا در این قسمت و اینجا همچین چیزی دیگه، همچین فضایی میخوام ایجاد. خب بعد میام عکس آقای معین رو اینجا میذارم. من میام این عکس رو سیاه سفید میخوام بکنم. حس کنم سیاه سفید به این طرح من میاد. در بخش هیو و سچوریشن اینو ماسک میکنم به لایه پایینم و سچوریشن رو میدم پایین. یه همین چیزی میشه. اینه که چقدر فرق کرده نسبت به حالتی که رنگ دار بوده و الان بیرنگ شد. میایم یک سری المان باید پشت آقای معین قرار بدیم. برای مثال من میام سرچ میکنم سالن کنسرت. اسپیناس چرا زد؟ سالن کنسرت. میام در قسمت ایمیج ها
و یه سالونی که در حد آقای معین باشه رو من انتخاب میکنم. مثلا میام این سالن رو من انتخاب میکنم. من این عکس رو قرار میدم در اینجا و این رو میذارم پشت سر آقای معین. اپاسیتی رو تا حد امکان میدم پایین تا جایی که طرح مشخص بشه، یه همچین چیزی بشه و یه همچین چیزی. برای اینکه این پایین اینجوری تو مخ نباشه من اینو کلک کلیک میکنم و یه مقدار این لبای تیزش رو با پاک کن من پاک کنم. این از چیز شد، این از بک‌گراند. درسته؟ یه از تن ایشون رو پاک میکنم، مثال تا اینجا پاک میکنم. اگه مثلا حالا متنتون میخواد واضح تر باشه اینجا بلر رو انتخاب میکنی، اینجا مثلا میتونید یه ذره بلر انجام بدید و میام متنم رو اینجا قرار میدم. فقط در نظر بگیریم که متن رو ما کجا قرار بدیم بهتره و در این قسمت که ما فضای خالی داریم باید چیکار بکنیم. من میام در اینجا یک فریم مستطیل قرار میدم. حالا میایم برای دقت کار میایم اینجا که رو دست آقای معین افتاده رو ما پاک میکنیم، میایم و اینجا پاکن رو میزنیم، اینو از حالت شیپ خارج میکنیم، اینو دقیقا میایم تا اینجاهایی که دست قرار گرفته پاک. اینو همه نکاتیه که اگه رعایت بشه خیلی به کارتون بود میبخشه. اینجا هم که اینو در آستین قرار گرفته من پاک میکنم که اینجوری بشه. درسته؟ این از این. میتونید یه کار دیگه هم انجام بدید. در این قسمت یه دونه مربع دیگه من قرار میدم دوباره. برای مثال اینطوری. اینو من یه مقدار حالا کروش میکنم برای اینکه زیباتر بشه. حالا میتونیم اینجا بازم بستگی به ذهن شما داره که چه خلاقیت داره. میدونی اینجا در این قسمت اینو بردارین که تکی بشه. خب اینجا این گوشه ها رو تیز بکنین که تبدیل به یه همچین فرمتی بشه. برای مثال میتونه کارتون رو قشنگ بکنین، میتونه زشت بکنین، نمیدونم. حالا من میام اینو یه مقداری بزرگتر میکنم و یه مقدار اینجا رو میام اپاسیتی این رو من کم میکنم یا میام یه کار دیگه انجام میدم. از این دوتا کپی میگیرم. خب اینو تبدیل میکنم به استروک. این استروک این یه مقداری هم استروکشو بیشتر میکنم مثلا تا 5. اینو میام کم میکنم شدتشو، میبینید که دیگه همچین فرمتی تبدیل میشه. ببینید چقدر شما دستتون باز تو طراحی بنر و این چیزا و چقدر همه چی به ذهن شما بستگی داره. خب اینجا یه حالت شیشه‌ای طور میگیره. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم در این قسمت ما اینجا میایم ما مکان رو با چیز رو می‌نویسیم، زمان می‌نویسیم. ما مثلا میزنیم 25 که 25 آذر ماه. حالا تو طراحی کنسرت، بنر کنسرت، حالا جدا از اون طرحی که ما خیلی بر سبک کار ما با فونت انتخاب می‌کنیم، اینجا دستمون بازه چون حالت اسپورت داره. ما میتونیم اینجا از فونت عدد فارسی استفاده کنیم، از عدد انگلیسی استفاده کنیم یا هر چی که شما خودتون دوست دارید. اینجا دستتون بیشتر بازه چون سبک خاصی نیست، فقط باید جذابیت کار رو طوری درست بکنید که مشتری یا اون بیننده در نگاه اول ذهنش خیره بشه به همون عدد. مثلا من همین عدد 25 رو قبول دارم و میام یه دونه کپی ازش میگیرم. اینه حالا اینجا می‌نویسم که چی 25 بهم. اینجا ما دوباره میام یه خط میکشیم مثل همون خطی که تو اون کارما کشیدیم. حالا اینجا باید ما چه مشخصاتی وارد بکنیم. اینجا ما میزنیم لایو این کنسرت. اینو میزنم اینجا برای اینکه کار ما جذاب بشه. یک سری حروف ما میتونیم رنگش رو تغییر بدیم. برای مثلا من از این فونت استفاده میکنم، یه فونت یک سر درشته، حروف بزرگ در واقع. بعد این قسمت قرارش میدم. حالا گفتم که باید یه سری حروف ما رنگش تغییر بدیم که کنتراست ایجاد بشه، همه چی به رنگ سبز نباشه. برای مثلا من اینو میکنم رنگ سفید، یا مثلا کنسرت هم میکنم رنگ مثلا سفید. لایو این کنسرت 25 بهمن این اوکی بکنم. 25 بهمن رو هم ما بعد میایم اینجا حالا مشخصات شهر رو می‌نویسیم. یا مثلا میتونیم بزنیم اسپیناس برای مثال. مثلا نمیدونم اینا کنسرت برگزار میکنن یا بعد چند بار توی این اینستاگرام دیدم. یا میتونیم اینجا مثلا بنویسیم تهران یا هرچی. اسم سایتی که قراره ما بلیتو بفروشیم مثلا میزنیم سایت ایران کن. امید روزی که ما واقعا همچین کنسرتی رو در تهران ببینیم، کنسرت آقای معین یا خواننده‌های دیگه که در خارج از کشور دارن زندگی میکنن و خیلی هم محبوب هستن. البته میتونم متن رنگ این فونت رو من عوض بکنم به رنگ دوباره سفید. اینجا میتونیم بزنیم بلیت فروشی آغاز شد به صورت یه متن. بزنیم اینجا بیاریم پایین. حالا مثلا میتونیم یه علامت
ایموجی چیزی هم مثلا اینجا بذارید. این هم نوشتهش زاره، حالا به این صورت نباید انقدر گنده نوشته بشه بلیط فروشی آواز شده. خب چیزایی که ما میتونیم بیشتر اضافه بکنیم بهش، اسم ما اینجا هنوز وارد نکردیم. نکته اصلی کاری که ما اینجا وارد نکردیم، اینجا میزنیم چی؟ دو جور حالت داریم. میتونیم فونت فارسی رو به صورت دستنویس بنویسیم، یعنی با فونت دستنویس یا نستعلیق یا هر چی بزنیم ما این فونت انگلیسیش رو گرافیکتور بزنیم، یا بیایم انگلیسیش رو با دست یعنی دستنویس بزنیم و فارسیش رو با فونت. حالا این نکته هم هست، من داخل اینترنت گشتم، خواننده هایی که اسمشون دو بخشیه، یعنی برای مثال اسم و فامیله، خیلی مانور بیشتری میشه داد. مثلا شما اسمشون رو اینجا می‌نویسید، بعد می فامیلیشون رو مثلا گنده تره اینجا می‌نویسید. خب چون اینجا ما یه تک اسم داریم بعد جالب در میاد، من کلا از فونت انگلیسی استفاده میکنم، هم خوش‌فونت‌تره. پشت این من میتونم یه چی قرار بدم، یه دونه هایلایت قرار بدم. این میذارم اینجا، این میذارم زیرش. یه دونه سایدش من ریز بکنم. خب برای مثلا من یه دونه رنگ سبز قرار بدم. یعنی که یه مقداری جالب میشه کار با این حرکت. یعنی شما متن رو واضح کردید اینجوری معین، انگار یک نوری پشتشه. درسته؟ خب برای مثلا من این فونت معین رو در اینجا گذاشتم، یا داری فاصله شون رو هم بیشتر میکنم، رنگش رو به رنگ سبزی که اینجا هست تغییر میدم. خیلی ترما شلوغ شد، دقت بکنید. این دقیقا مثلا یه اوتر گلوش میدم با این نور خیلی سفید خیلی ملو. سیتی رو کم میکنم، سایز رو هم کم میکنم یه ذره. البته تقریبا حالا آنچنان جالبم نشد این با این نوشته گذاشتم. خب میخوام کلا ذهنتون رو باز کنم راجع به این قضیه. و این شو از بنر استوری برای مثال. حالا کاری که ما بتونیم انجام بدیم، ما میتونیم بیایم از یک مثلث استفاده کنیم در راستای سر آقای معین. اینا همه المانایی که شما میتونی استفاده کنی، یعنی واجب نیست حتما استفاده بشه. برای مثلا من یک دایره میذارم در این قسمت به صورت کشیده، ما این رو از حالت شیپ در میاریم و اینو ما بدون رنگ میکنیم، سفیدش میکنیم، یه مقداری هم اینو رنگش مثلا یه تا این حد میبریم و اینو حد داره. اینا همش چیزایی که شما میتونید انجام بدید و انجام دادنش هم سعی بر شما نداره. اینو ریسایز میکنم و یه دونه گلو بهش میدم. یه گلو، حالا گلو اینو بیشتر میکنیم که هایلایتش بیشتر بزن تو چشم. مثلا میتونیم حتی هایلایتش رو سبز هم بکنیم، مثلا سبز رنگ. خب دیگه اینقدر دیگه سبز بکنیم دیگه واقعا کارمون زاره. مثلا میشه همین چیزا در واقع بد نیست، مثلا همین انجام. اینو که ریسایز کردیم، این پاکن رو برمی‌داریم، بعد جایی که بخوایم بود بهش بدیم رو انجام میدیم. برای مثلا من از کله آقای معین من رو پاک میکنم تا اینجا که بره پشت سر آقای معین. اینجا رو میارم میذارم بیاد، جایی که دستش هست رو اینجا من پاک میکنم تا بره پشت دست. اصلا یه همچین طرح شما خیلی دستون بازه، یعنی فقط گفتم تنها محدودیت شما ذهن شماست که میتونه طرحتون خفن‌تر بکنی. یعنی اینجا میتونی حالا المان‌های مثلا اسپانسر یا حالا همون چیزی که در بنر قبلی گفتم شهرداری هر چی هست، یا لوگوی خود اسپیناس پالاس یا هر چی چی انجام بدید و طرحتون رو خفن بکنید. این شد از نتیجه کار و بنر کنسرت آقای معین که یه روزی ما ایشون رو توی ایران ببینیم و کنسرتشون بریم. خلاصه این بود از سه تا بنری که ما طراحی کردیم و خیلی میگم چون وقت من کمه و فشرده است و صرفا میخوام ذهن شما باز بشه نسبت به این چیزا و یه سری گزینه‌ها رو یاد بگیرید. اینه در ادامه ما کلی کار داریم که چطوری با هم باید تامنیل بزنیم که یوتیوب مخاطبش رو، یعنی مخاطب یوتیوب جذب کنیم. تامنیل های یوتیوبرهای معروف رو میخوایم با هم دیگه درست کنیم در ادامه کار و کلی کارهای دیگه که در ادامه با هم انجام میدیم. حتما یادتون نره که لایک و سابسکرایب رو بزنید و نظری اگه دارید تو کامنت ها بهم بگید و همین دیگه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کلی چیز خفن در واقع یاد گرفته باشیم و از ذهنتون بازتر شده باشه. تا ویدیوهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدارتون.